قسمت 41. تا توی خونه همش به فرنوش فکر کردم. راه برام یه قدم شد. تا رسیدم خونه فریبا صدام کرد. تلفن با هم کار داشت. فریبا نشناخته بودش که کیه. تا رسیدم بالا دلم هزار راه رفت. تلفن رو برداشتم. مثل برق گرفته ها در جا خشکم زد. گفتم الو، بفرمایید. گفت بهزاد سلام. گفتم سلام از بنده است، بفرمایید. خودم هستم، شما؟ گفت منم فرشته، نشناختی؟ لعنت به من که چه خامی کردم و شماره تلفن فریبا رو به این زن خبیث دادم. گفتم شمایید خانم ستایش؟ گفت آره، اما برای تو فقط فرشته هستم. دیر وقته، میدونم، اما نتونستم بهت زنگ نزنم. میتونی حرف بزنی؟ گفتم بله، امرتون رو بفرمایید. گفت خب اول بگو از چرا یه دفعه فرار کردی؟ ترسیدی بخورمت؟ گفتم نه، از خودم فرار کردم. گفت ای شیطون، ترسیدی نتونی جلو خودتو بگیری؟ ولی خیلی حیف شد، از کفت رفت. خیلی چیزای خوب از دست دادی. اینو گفت و بلند خندید. گفتم خانم ستایش، من بهتون التماس میکنم، ازتون تمنا میکنم همه چیزو فراموش کنید. منم فراموش کردم. اصلا انگار امروزی وجود نداشته. شما رو قسم میدم به اون کسی که میپرستید با سرنوشت 2 نفر بازی نکنید. گفت اگه گفتی من الان کی رو میپرستم؟ گفتم خانم ستایش، اگه فرنوش از این جریان بویی ببره کارش به جنون میکشه. حداقل به دخترتون رحم کنید. گفت همه این حرفا مال اینه که هنوز عقل رس نشدی. ساده ای، خامی. گفتم شما درست میفرمایین، ولی شما که با تجربه این چرا دارید خطا میکنید؟ گفت خطا؟ دوباره زد زیر خنده. گفتم خواهش میکنم آروم باشید و به حرفام گوش کنید. گفت من الان کاملا آرومم. لباس خوابمو پوشیدم و رو تخت خوابم دراز کشیدم و نذاشتم ادامه بده. گفتم خانم ستایش، من به پاهاتون میافتم. فکر کنید یه بنده رو خریدید و در راه خدا آزاد کردید. ازتون خواهش میکنم راضی نشید که زندگی من آتیش بگیره. همه چی رو فراموش کنید. گفت چه خوب، کاش که الان اینجا به پام. گفتم خانم ستایش. گفت جانم، همین شرم و حیا دیوونم کرده. گفتم به خدا قسم شیطون گولتون زده. گفت بهزاد، ویلای ما زیاد دور نیستا، اشاره کنی 1/2 ساعت دیگه اونجاییم. گفتم به خداوندی خدا قسم که الان دارم گریه میکنم. به حال شما گریه میکنم که چجوری میخواین روز قیامت جواب پروردگارمو بدین. به حال اون دختر معصوم گریه میکنم که چجوری تو این آتیشی که شما به پا کردین میسوزه. بترسید از قهر خدا. گفت قربون اون اشکات برم. تمام این حرفات به خاطر اینه که تو هنوز نفهمیدی زندگی فقط همین دنیاست. از خر شیطون بیا پایین، لگد به بخت خودت هم نزن. فعلا که خدا برات خواسته و مهرت به دلم افتاده. لب تر کنی کاری میکنم که تو پول غلط بزنی. مزه عشق و بیا من بهت بچشونم. گفتم شرم کنید، من جای بچه شما. گفت پس اگه بچه منی بیا یه خورده. تلفن رو قطع کردم. اشک از چشمام میومد و پاهم میلرزید. صورتم رو از فریبا برگردوندم تا چیزی نفهمه. فقط ازش خواهش کردم که اگه این بار تلفن با من کار داشت و این خانم بود دست به سرش کنه. چیز دیگه ای بهش نگفتم، هرچند که حتما همه چیز خودش فهمیده بود. رفتم تو اتاقم و چراغو خاموش کردم و یه گوشه نشستم و زانوامو بغل کردم. دنیای عجیبی شده بود. دیگه میشد به کی اعتماد کرد؟ با خودم گفتم که اگه با فرنوش ازدواج کنم و حتی بیارمش تو همین اتاق با هم زندگی کنیم 100 مرتبه براش بهتر از جاییه که الان داره زندگی میکنه. خیلی اعصابم به هم ریخته بود.
کلافه بودم. جملات زشت این زن از ذهنم بیرون نمی رفت. خدای من چجوری میتونستم دیگه به چشمای فرنوش نگاه کنم؟ اما من که گناهی نداشتم. با خودم فکر کردم که برم به آقای ستایش شریانو بگم. اما نفعی که برام نداشت هیچ، کارم خرابتر میکرد. باید هر طوری بود نمیذاشتم فرنوش چیزی بفهمه. اگه خدا بخواد و با هم ازدواج کنیم دیگه مسئله تموم میشه. این زنم خودشو جمع و جور میکنه. وای خدا جون، اگه بعد از ازدواج من و فرنوشم از کارش دست بر نداره چی؟ دیگه عقلم کار نمیکرد. بلند شدم و نوار فرنوشو گذاشتم. تا صدای قشنگشو شنیدم طلسم شیطون باطل شد. هوای اتاق که تا 1 دقیقه پیش از وسوسه این زن بد پر شده بود یک دفعه پاک و طاهر شد. هرچی به صدای فرنوش که مثل نسیمی بود و آهنگی که برام ساخته بود گوش می کردم از پلیدی و زشتی بیشتر دور می شدم. عشقش مثل حاله وجودم رو می گرفت تا هیچ افسونی نتونه به هم اثر کنه. صورتشو می دیدم که با چشمای قشنگش منو نگاه میکنه و به هم نیرو میده. پیچ و تاب موهای بلند و کمندش مثل موج دریا همه چیو در درونم میشوره و پاک میکنه. تاریکی ها رفتن و همه جا روشن شد. اولین شعاع خورشید رو دیدم که رو به قلب من افتاد. صبح شد بدون اینکه حتی یه جادو بتونه به من اثر کنه. عشق پاک فرنوش طلسم جادوگر رو شکوند. بلند شدم و یه دوش گرفتم و صبحانه خوردم. بعد به طرف خونه آقای هدایت حرکت کردم. خدا می کردم که زودتر شب برسه و فرنوش برام خبرهای خوب بیاره. اصلا دیگه چیزی برامون اهمیت داشت. مهم ما بودیم که تصمیم خودمون رو گرفته بودیم. تازه پدرشم که راضی بود و منو دوست داشت. بقیه چیزا هم فرع قضیه بود. یعنی همه چیز جور می شد یا اینکه دوباره این زن یه آتیش دیگه‌ای به پا می کرد. سرمو بلند کردم و دیدم جلوی در خونه آقای هدایت وایسادم. در زدم. صدای پای هدایت رو شنیدم که به طرف در می اومد. گفتم سلام قربان، حالتون چطوره؟ هدایت گفت سلام، خوش اومدی عزیزم، صفا آوردی. دلم گواهی داد که امروز میای. خوبی؟ خوشی؟ گفتم نه جناب هدایت، دلم خیلی گرفته. هدایت گفت دل دشمنت بگیره. چرا؟ کی اذیتت کرده؟ بیا تو بگو ببینم چه چیزی گل پسرمو ناراحت کرده. رفتم تو باغ. درو بست. طلا زبون بسته پشت در وایساده بود. دستی به سر گوشش کشیدم و گفتم روزگار جناب هدایت. هدایت گفت باهاش همبازی شدی؟ از این بازی ها زیاد داشته روزگار. گفتم این زبون بسته خیلی تنهاست. چرا نمیبرینش توی جنگلی، پارکی، جایی که تنها نباشه ولش کنین؟ هدایت گفت این از بچگی اینجا بوده. بیرون از اینجا رو ندیده و تجربه نکرده. ببرمش بیرون مرگش حتمیه. این الان از آدما نمیترسه چون ندیدتشون. تا حالا فقط منو دیده و تو و رفیق تو. پاشو از اینجا بذاره بیرون. اولین نفر که چشمش بهش بیفته اول میبرتش خونه. چند روز که گذشت یک کباب بره ازش درست میکنه. همیشه اینطوری بوده. اولش به اسم علاقه و دوستی میان طرف آدم. چند وقتی که گذشت یادشون میفته که میشه ازت استفاده های دیگه ای هم کرد. اون وقت باید خدا به داد آدم برسه. گفتم راست میگین. بعضی از آدما خیلی پلید و زشتن. هدایت گفت باور کن پسرم. اگه نمیگفتن گوشت آدمیزاد تلخه این آدما همدیگرم میخوردن. گفتم تازه ما خوبشیم. مثلا با محبت و با صفاییم. هدایت گفت نه. کی گفته ما خوبشیم؟ چون محبت زیاد داریم خوبیم؟ محبت بی منطق خیلی زودم تبدیل به نفرت بی منطق میشه. تعارفای بی خودی و کشکی، نوکرم چاکرم ظاهری، جونم قربونت برم الکی.
تو تا حالا شنیدی یا دیدی که مثلا یه آدم اروپایی به یه نفر بگه من نوکرتم؟ نه، غیر ممکنه شنیده باشی، چون اصلا توی فرهنگشون نیست. اگه یکی از اونا به یکی دیگه شون این حرفو بزنه، طرف فکر میکنه یا یارو دیوونه است یا برش میداره میبره خونهشون که نوکریشو بکنه. یعنی وقتی یارو با زبون خودش میگه من نوکرتم و چاکرتم، باید سر حرفشم بمونه. یعنی هرچی تو دلشونه میگن و سر حرفشون هم هستن. اصلا تعارف و از اینجور حرفا هم ندارن. برای همین روی حرفاشون میشه حساب کرد. حالا ماها 100 بار به رفیقمون میگیم فدات شم، تو رو خدا کاری داری فقط به من بگو، مخلصتم، امری داری در خدمتتم. اما تو یه کاری ازش میخوای 1000 جور بهانه برات میاره. تازه حواست که جمع نباشه سرت هم کلا میذاره. حالا بگو ببینم کجا ما خوبشیم؟ بیا بریم تو یه چای بخور، حال جا بیاد. رفتیم تو ساختمون. هدایت برام چای ریخت و دوتایی یه گوشه نشستیم. هدایت گفت یادت برات از اون مرد همسایمون گفتم؟ همون که زیر پای زنم نشست. چقدر بهش محبت کردم. نصف اجاره رو ازش نمی گرفتم. 100 بار پول دستی خواست بهش دادم. اجاره 3 ماهش عقب می افتاد به روش نمی آوردم. وقتی اومد اونجا رو اجاره کنه اصلا فرش نداشت. از خونه خودم چند تا دیگه فرش بردم انداختم زیر پاش که زن و بچهش راحت باشن. آخرش چیکار کرد؟ آشیونمو به هم زد. واسه 100 نار 3 شای حق دلالی یه زندگی رو پاشوند. گفتم راستی چرا این کارو کرد؟ هدایت گفت چون ما عادت کردیم که دروغگو و درو باشیم. 100 تا قسم میخوریم یکیش راست نیست. حرف حقیقت که احتیاج به قسم خوردن نداره. چون میخوایم دروغ بگیم قسم میخوریم که شاید به ضرب قسم حرفمونو باور کنن. چای تو بخور سرد نشه. همونطور که چای رو میخوردم گفتم البته همه اینطور نیستن. هدایت گفت معلومه، یکیش خودتو. میدونم دستت تنگه اما حاضر نشدی از من کمک قبول کنی. تا حالا چند بار بهت گفتم که یکی از این کتابا رو بردار ببر بفروش، بزن تنگ زندگیت، اما قبول نکردی. چاخانم نکردی که مثلا وضعم خوبه و بابام پولداره و ملک داریم و فلان و فلان. یعنی دروغ نگفتی. درسته، همه اینطوری نیستن، اما تا دلت بخواد از این آدما داریم. یکم که گذشت پرسیدم جناب هدایت نمیخواید بقیه سرگذشت رو تعریف کنید؟ هدایت گفت بقیه سرگذشت دیگه چیزیش نمونده. میبینی که یه آدم بدبخت وامونده، ولی خب باید برات تمومش کنم. تا اونجا برات گفتم که رفتم و یاسمین رو دیدم و برگشتم خونه. اون شب گذشت. فردا صبحش که علی رفت مدرسه و طرفای ساعت 9 بود که در زدن. در رو وا کردم. چیزی نمونده بود که سکته کنم. یاسمین پشت در بود. یه عینک زده بود که کسی نشناسدش. یه پالتوی قشنگ تنش بود و ماشین شیکی هم دم در پارک بود. زبونم بند اومده بود. نمیدونستم چی بگم. تا قبل از اون تمام عکس ها و صفحه آهنگاش رو جمع می کردم. البته یواشکی که علی نفهمه. شبا که علی می خوابید صفحش رو می زاشتم و به صداش گوش می کردم. عکساشو دور برم می چیدم و بهشون خیره می شدم و یاد روزگار خوش قدیم می افتادم. سیگاری روشن کرد و سرشو انداخت پایین که چیکه اشکی رو که روی گوشه چشمش پیدا بود نبینم. یکم صبر کردم. بعد گفتم چطوری میشه؟ زنی که به شما و زندگی و بچهش پشت پا زده و دنبال دلش رفته، چرا فکر و خاطرش رو از ذهنتون بیرون نکردین؟ چرا تو خودتون نکشتینش؟ هدایت گفت بکشمش؟ عشق واقعی رو که نمیشه کشت. گفتم عشقی که مال شما نباشه عشق نیست که.
عشقی که پیش شما نباشه عشق نیست که. هدایت گفت عشق مال هر کی و هر کجا باشه احترام داره. به عشق باید احترام گذاشت. عشق مقدسه. عشق اگه حقیقی باشه هیچ وقت نمیمیره. گفتم وقتی بعد از این همه سال دیدینش چه احساسی داشتین؟ دلتون نمیخواست بزنیدش، فوشش بدید و بیرونش کنید؟ هدایت آه سردی کشید و گفت نه، راستش دیگه نفرتی ازش نداشتم. دیگه جسمشو نمیخواستم، اما نفرتی هم ازش نداشتم. یعنی اون دیگه یاسمین پاک من نبود. یه زن خواننده بود با یه اسم دیگه. من اون عشق پاک تو دلم جاودانی شده بود. عشقی که به زنم داشتم، به یاسمین. ولی این زن فقط شکل یاسمین بود. درد سرت ندم. از جلوی در رفتم کنار، اومد تو. در و پشتش بست. خودش را افتاد طرف ساختمون. تا رسید تو خونه گفت هنوز بوی نجابت از در و دیوار جایی که تو هستی میباره. رفت و یه گوشه نشست. براش چای بردم و خودم رفتم یه گوشه دیگه نشستم. اصلا هیچی به ذهنم نمیرسید که بهش بگم. این بود که سکوت کردم. یه خورده که گذشت تو چشمام نگاه کرد و گفت تو راست میگفتی. پشیمونم. اومدم که بهت بگم پشیمون شدم. اومدم بهت بگم که دلت خنک بشه. زندگیمو مفت باختم. سرم انداختم پایین و هیچی نگفتم. یکم بعد گفت میشه عکس پسرمو بهم نشون بدی؟ اینو که شنیدم زل زدم تو چشماش. نمیدونم تو چشام چی دید که گفت ببخش. میشه عکس علی رو نشونم بدی؟ آروم شدم. بلند شدم و 2 قاب عکس رو تاقچه آوردم و دادم بهش. عینکشو برداشت. اشکاشو پاک کرد و زل زد به عکس علی. گریه امونش نمیداد. گفت کاش نرفته بودم. ای کاش گول اون بی همه چیزو نمیخوردم و مینشستم سر خون زندگی. ای کاش قلمای پا میشکستن نمیذاشتن برم. گفتم یادمه که میگفتی آدم از استعدادی که خدا بهش داده استفاده نکنه کفران نعمته. حالا ازش استفاده کردی؟ معروف شدی؟ گفت آره یادمه، اما این چیزی نبود که من میخواستم. من دلم میخواست توی محیط پاک هنرمو به مردم نشون بدم. میخواستم استعدادمو به رخشون بکشم تا ببینن چقدر ازشون بالاترم. میخواستم این آدما که تو بچگی اونقدر بهم ظلم کردن به پاهام بیفتن. میخواستم از زمین و زمان انتقام بگیرم. میخواستم تلافی اون همه بدبختی رو براشون در بیارم. یادت یه روز ازم پرسیدی که چطوری گذرم به اون کاروان سر افتاد؟ بهت گفتم یه روزی برات تعریف میکنم. حالا گوش کن. من دختر فلان و سلطنم. مادرم خونشون کلفتی میکرد و مادر بدبختم و عوض 2 کیسه برنج از پدرش خریده بود. اینا رو مادرم برام تعریف کرده. زن بیچاره سنی هم نداشته. شاید 15-16 سالش بود که میره کلفتی. مادرم اهل یکی از دههای طرف کنگاور بوده که ملک همین شازده بی همه چیز بوده. حساب کن. یه آدم رو با 2 کیسه برنج عوض کنن. یه سالی خونه این شازده فلان و سلطنه کار میکنه. یه شب که پسرش مست از بیرون میاد خونه، نمیدونم چطوری چشمش میافته به مادرم. گویا تو حوض خونه یقشو میگیره. خلاصه اون کاری که نباید بشه میشه. چند وقت بعدم که شکم مادر بیچارم میاد بالا، یه وصله بهش میچسبونن و از اونجا بیرونش میکنن. مادرم تنها و بیکس تو این شهر خراب شده سرگردون میشه که میخوره به پست اون جواد باجخور بی غیرت. اونم میبردش به همون کاروان سرا. بعد از اینکه من به دنیا میام، مادرم میشه زرخرید جواد آقا. روزا براش گدایی میکرده، شبا مترسکش بوده.
تا اینکه یه شبم میفته و میمیره. اون موقع من 8 سالم بود. تمام این چیزا رو از خود مادرم شنیدم و تو خاطرم نقش بست. چند سالم من واسه جواد گدایی کردم. دیگه بقیه‌شو خودت میدونی. 12-13 سالم بود که تو اومدی تو کاروانسرا. بعدش هم من مریض شدم. حالا فهمیدی چرا میخواستم از آدم انتقام بگیرم؟ بلند شدم و براش یه لیوان آب آوردم. از زور گریه به حق افتاده بود.